آفرین دکتر آفرین 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 ما را شاگرد آفرین نکنید دکتر آفرین سیبوی جان. آفرین 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 یا برای بسیار بیننده ها خطرناک ثابت است. شد که این زنده و مردیش برای ما فرق بله. نمی کند. دکتر سیب میگن از زهر گنجدم مارکدار زهر انسان قوی تر است. ما اینقدر زهر ما قوی است که وقتی من در ریکارد جهانی بودم ما روز یک بار میگفت شما برید دوش حمام بگیرید که عرق زیر بغل انسان کشنده مار و گژدم است. عرق زیر بغل انسان کشنده مار و گژدم است. بگی جمعشان کو. آفرین آفرین. بسیار شوخ هم هستن. جرأت بیبی جرأت بیبی. این چرا دیگر رنگ است دکتر صاحب؟ خب این دیگه زهرش از یا قیمت‌تر هم هست. اگر این یک قطره $100 باشه یک قطره $200. من رکت خود میبرم دکتر صاحب. ببر این دکتر جان نگاه کنم باز من. خب باز نمیتونی، باید یک فرم باید باشد. میشه دکتر صاحب کسایی که گنجدم اونجا پیدا میکنن رو نگاه کنن خودشان میتونن. خب منتها خب به چیز برسن، به آب و نانشان و به امو کرمی که اینا میخورن، ملخی که اینا میگیرن، با اینا باید رسیدگی شد، با آبشان رسیدگی شد که چطور آب به اینا بدن. دوباره خانه اصلی خودشان هستن. اینا شبها به خاطر که الازی به بعد سرد میشه هوا، اینا باید امی خانه های تخم مرغ باید اینا خودشون همیشه قایم میکنن برای گرمیشان و اینا هم چیز گرمی است. مثل یک کمپلی که انسان ها